این حادثه چند سال پیش رخ داده بود. صنف 11 میخوندم. برای به دانشگاه داخل شدن درس‌های لغوی میگرفتم. یک روزی بارانی سومکه وزنی در دست به خانه برمیگشتم. ساعت الکی 8 بیگاه به هوا تاریک شده بود. سایه مرا دنبالگیری میکرد. ترسیده و لرزیده تیز تیز قدم زده خدا میگفتم که یگان فلاکت روی ندهد. در نزدیکی درآمدگاه بینای استقامتیمان نفری مرا دریاب کرده از پشت گردنم محکم داشته به طرف تخانه کشاله کرده میشد. ولی من هم پس نآمده با او مقابلیت نشان دادم. جوانی اوباش با چشمان خون گرفته به طرف من نگریسته برایم یک شپاتی آبدار زد و با جثه بزرگش به دیوار پخش کرده میشد. مرا دهشت فرا گرفته باشد هم با آوازی بلند چنان داد زدم که تمام همسایه ها خبردار شدند. جوان سراسیمه شده رو به گریز نهاد، اما دور گریخته نتوانست. برادرانم او را دستگیر نمودند. معلوم شد که آن جوان را چند بچه همسایه امون که به من اظهار محبت کرده جوابی رد گرفته بودند کیرا کردند. این قصه سرگذشت نهانی زنان و دختران بود. متاسفانه چنین حادثه ها در حیات زنان و دختران زیاد روی می دهد. زورآوری مانع پیشروی بانوان در جاده های گوناگون زندگی گشته به زنها، عائله و جامعه تاثیر منفی روانی، اجتماعی و اقتصادی می رساند. پس بیایید در یک جایگی بر ضد خشونت علیه زنان و دختران در جای کار، در جایهای جمعیتی و عائله مبارزه برده این پدیده نامطلوب را ریشه کن کنیم.